سلام دوستان عزیز، سلام با کل مردمی تاجیکستان. دوستان عزیز، چه خیلی که همه شما میبینین آنتوشکا و کوچکار بتمن یک برنامه نو پیشکش شما میگردونیم. این برنامه ما نام داره گپ زدی بوی میتی. روز ما یک رستوران اومدیم، یک طرابخونه، در این طرابخونه یک کنسرت رفته، کنسرتی سالی نوی. تمام هنرمندا در اینجا هستن و میسرویند. انا ما با همین سرویندو همین برنامه را آغاز میکنیم. برنامه ما نام داره کسی که گپ زد بوی میته. اگر که کسی که برید یک گریلا میگیره، اینامی کوچکار بتمن و ای شرکتی گریلا. دوستان عزیز، دستگیری شما پیشروی ما زنده باشین. السلام علیکم، سالی نو مبارک باشد. السلام علیکم. سالی نو شما مبارک باشد. رحمت شما سلام باشید. برنامه ما همیشه که گپ زدی بوی میتی. اشتیاق میکنید؟ ما صنعتکارو خب کدام میتونیم؟ اگر یک برنامه که باید کم طور توقع کنیم، اگر که گپ زدیم بوی میتین، اگر که راضی باشیم برنامه را سر کنیم. سر میکنیم. السلام علیکم، نام شما؟ نام شما؟ نام شما؟ نمیدونم. اپای نمیدونم، شما بوی دادید. بوی دادم. گریلا دست داده. اپای چمانگو جان شما بوی دادید. اگر که شما میبریدین یا گریلا اینای ما میگیرید. از بس که شما گپ زدین، شما یک آخه سرود نمیتونیم که خب کنیم، صنعتکاریم، گپ میزنیم. تشکر برام خیلی ترسرک همین خیلی گپ زدن که بوی بتین شما. سلامت باشین. یک سرود بحری برادری که ما رو تماشا میکنن. البته با جون دل. چه سرود که خانم مایلشن؟ فرق نداره. اول با تو به وفا چرا دل بستم، تا از تو جدا شدم به غم پیوستم. بینم که نمی شود مرادم حاصل، آخر به دلم سنگی قناعت بستم. من آمدم یار خانه نبودی، راست بگو یارم کجا رفته بودی. من آمدم یار خانه نبودی، راست بگو یارم کجا رفته بودی. راست بگو یارم کجا رفته بودی. من راست میگم همه جدا بودم. نه بدی با همین شاید راست میکواند. تشکر زیاد اپای چمانگل جان. جانم سلام. سالی نوی شما مبارک باشد. رحمت به شما مبارک شود، بگذار سایه با فیض و برکت شود، با هممون بردباری و موفقیت بیارد. تشکر زیاد. سربلند خوش آمدیم با طرفخانه پرستو. سلامت باشید، زنده باشید. جانم سبقتم. زنده باشید. السلام علیکم، سالی نوی شما مبارک باشد. خوش آمدیم با برنامه سالی نوی پرستو. سلامت باشید. از کجا اومدین شما؟ ما از نوعی عینی. عینی بهترین عینی عینی اومدن برای بحری شما که سرود بسرویند. هر نه؟ بله. تشکر زیاد. ما یک برنامه داریم، برنامه ما همیشه نام داره که گپ زدید بوی میتین. اگر که شما اشتراک کردن خواهید، اگر که گپ زدین در برنامه ما، شما مقصد که بوی میتین. نکی اگر که بریدین گریلا را عینی ما میگیرید. اگر که بوی دادین یک شعر داریم اینجا. یا سرود میخونن یا که یک لطیفه میگن یا که یک شعر میخونن. شما اومدین؟ تمام سر میکنین. السلام علیکم، نام شما؟ اکرم بک جان، شما کنکرت بوی دادین. شما اگر اشعارای ما با خبر هستین اوکی؟ اگر یک سرود یا که یک لطیفه یا که یک شعر. برابر باری بینندگان. سال 2021 رو با تمام مردم جمهوری تاجیکستان از اون جمله برون از مرد تاجیکستان رو تبریک میکنم. بگذار تمام مسافر بچه‌هایی که در مرز جمهوری تاجیکستان هستند صحت و سلامت به وطن خود برگردند. و یک سرود هست برای درد امروزه، درد وبا که آرزوی شده نوشته بودم. گرچه ما بوی دادیم، من همون دو مصرع یا چون مصرع شو میخونم. بهترین میشه. ویروس که هجوم کرد علیه بنی آدم، بر تهلکه افتاده همه کشوری عالم. آی چی بلا بود، چی بلا بود، چی بلا بود، تیرزی قضا یا که وبا یا که جزا بود. تیرزی قضا یا که وبا یا که جزا بود. بگذار همین پروردگار همین فصل از بین برای تو تمام مردم تاجیکستان صحت و سلامت باشن. برای تشکر زیاد اکای عمر جان. هزار رحمت برای سرودی بهترین، برای اشتراک کردن تو در برنامه گپ زدی بوی میتی. سلامت. خوش آمدین با برنامه سالی نوی. قبول باشید. تشکر زیاد. اکای عمر جان دیدین چه بوی داد.
برای قدر دوستان عزیز این برنامه ما حاصل و شوخی است. زینده و سربلند و خانه آباد باشین. میریم با دیگه کسافری بکنیم. سلام علیکم. یکی از هنرمندی بهترین جوان حاضر اینجا خوش آمدید. سلام مبارک. سلامتون مبارک شد. تشکر زیاد. جوانی جان ما یک بازی پیش بردیم. اگر که شما اشتراک کردین بریدین گریلا را میگیرین. اگر که بوی دادین یک سرود برای بینندگان میخونیم. میشه؟ برنامه ما نام داره گپ زدی بوی میتی. شما تیارین؟ رفتیم. السلام علیکم. نام شما؟ جهانگیر بوی دادی. جهانگیر جان مرحمت برای بینندگان یک میخندم با سویم دلم و بست همیشه میرا از دست دلم به تو بیشکست دلم بیما با من هم دلم بگو که از کجایی بینم از زیبایی تو هدیه خدایی بحر دل دیوانه. تشکر زیاد جهانگیر جان. سال نو مبارک باشه. افسوس که بوی اگر گریلا رو میگرفتی میرفتی ددر قطی بچه‌کو میشتی همه میدن گریلا رو میگفتن توش همین بریده لیکن بوی دادی بیمارم چه شما گرد جهانگیر جان باز هم یک بار دیگر اومدین هنرمند اومدین یک به یک میپرسین شما اگر که شما در همین غلیب اومدین شما یک گریلا اینوی من میگیرین اگر که بوی دادین مقصد که شما یک سرود یا که یک اون لطیفه یا که یک اون شعر میخونید برای بینندگان شما اومدین نخوان سر کنیم. السلام علیکم. نام شما؟ نام شما؟ دوستان جان شما بوی دادین. برای از این بوی شما گاو نمیزدین یعنی خیلی که باید ما یک بکویم که باید گاو زدین که شما گاو زدین بوی دادین. الان که شما میتونید که یک سرود یا که یک اون شعر یا که یک اون لطیفه برای بینندگان بهترین من از تو دل نمیکنم یارم شیرین زبانم آرامی جونم تو یاری بهترین من هستی ای وای نگارم بابا بهارم. تشکر. بهترین برادر ما از نوعه عینی حوزی اومدن. تشکر زیاد. زنده باشین. سلامت باشین. خوش اومدین. تشکر زیاد. با شما بودم برادر عزیز ما دوستان جان چه زور بوی داده خواب کرد که منم خوابیدم اونجا. باز ما اینجا فقط همین هنرمندا در اینجا بسیار رفته اومده هستن. باز اینا دوستورا دانجوا. اوه السلام علیکم قطی نه. سلام علیکم. السلام علیکم. قطی اویلای هفتم. اویلای هفتم قطی. شما اومدین با اویلای اینجا کنسل هفتم با ما فرق خیلی شفتم نگفتم. دوستورا جان لبای مبارک باشه سالی نو. خوش اومدین با طرفخانه پرستو. ما یک برنامه پیش برده استیم. اگر برنامه رو شما اشتراک کنید اگر که غلیب اومدین گریلا رو میگیرین اگر که بوی دادین یا یا لطیفه میگین یا یک سرود میخونن. ها پرابلم از اون. پرابلم نیست. برنامه ما هم خیلی که گاز بوی میتی اگر که بوی دی لطیفه رو میگین بشو گام زدم بوی میتی فرق نمیکنه. السلام علیکم. نام شما؟ سلام علیکم. نام شما؟ کاوا گام زدی بوی دادین شما کاوا گام زدی بس سوال بهتون شما بوی دادین سوال دو تا پیش من برنامه ما هم سوال بهتون شما اگر باید گام بزنید انیداد بگو نه فقط شما یا انیداد بگین یا لطیفه انیداد لطیفه سرود بگا خیلی تمام انیدادی کارم که گرد کاچی روننده همین گریش نیکودا کاچی یک روننده بچه که شام خیلی خولیگری کرده های کرده است هم خیلی پایین چیز زیگزاگ های کرده که یک غیر خارج میکنه من که میگم ایت بیزار کردی مرا میگه بیزار کردی من میکنم میفروشم ماشین رو بشی میگم ماشینش دم بشونم گشتیک های میکنم میرم یک تگی موست میگه شما کودکا میگه جوانا میگه گذرونده این ماشین بسرعه قدیویان بسرعه مورا میگن کورماندا نمی هم بدیارانه داولانی کردن میگه شما همین میگم من تاش کار ندارم ایمیلو اینم تو خولیگان آدم کار دارم میگم استیسا میگم دیگه همش دیگه گو میگم انا گو مخری میگه که من میگه نه میگه که نه برام میگم مخری بخواد گذارم میگم خیلی چوری روننده میترسه خیلی بچیاش خولیگان مخره همین وقت خستانه هپ میگه پسرت هم میگیره تل گشتیک میدورا میگه که من گناه کردم تو باید پراوام میگرفتی که میبردی ماشین نمخکم میگه انا که تو گناهگاری تام بخور دیگه این گشتیک هم بیچاره نوچار میشم پسر سریجات همه کم کم میخره بعد دیگه اکا میگه هم صوت اینجی امونی این قفیشاوی این هم زوم شده میگه بیا هم چی در کنه دیگه سی بیا ما پسر تو ترم تو پراوای مرا بده بیا میریم قفای زندگیمون میشم بعد گشتیک هم زوم میشم میگه خب
با پروانه میتا و با یک پسرت میتا میروان البته سه مومک زارا و یک کم شوفیر هم خرمده یک کم گشتی که میبینه دارا خیلی استودیان سه چهار کس بیسوری گیو اون سلام علیکم اکا نازی سوزی میگه کیو گیو میگه کیه شما نشناختم میگه نشناختی من اکا میگه نه اخی میگه آخه من هم بچه میگه کدومی بچه میگه تایموس دعوت کردیم کو ابدی فاصله بوده علی تو دا کنی اگر ممکن باشه یانگی از سود بخونم های در آواز بلبل مانند یه جور نمیام بالا که بیا بگذار سنتر کنم سلام علیکم سوی نام اورا گوشا شما دین با طرف خونه پرستو یک سرود اکه بوی داده اکه بوی داده شما سرود فانا دورا سولینای آرچه جون آرچه رو موشم بشه فانا دورا عاشق بچه روی مال با کمر بسته کده رفتی به سفر که قلفی در بسته کده تشکر نه زورو اگر بسیارتر میخواد سرخم موبایلان نشیده بود سوی نام اورا گوشا من هم با طرف خونه پرستو سلام علیکم خوش اومدین سوی نام اورا گوشا اکا شراجون بیشتر کم نمو شدیسی پیشروی ها چوتا سوز اینایوتون کردیم اومدیم تشکری زیاد اکا شرف جون ما هم یک برنامه پیش برده برنامه ما همه خیلی نمداره که گپ زدی بوی میتی اگر که شما غلیب اومدین گلی داره میگیرین اگر که بوی دادین یک سرود برای بینندگان میخونه میشه همه شما بوزی نکنم میترسم باید یک بوی نمیتین کوشش میگه بوی نتین شما تایرین بوزی را سر کنیم بله سر کنیم هم السلام علیکم نام شما شرف قربان شما بوی دادین بوی شما گاو نمیزنه مرامت اگر یک سرود بحری 4 میسرش هم میخونه تو برام یگانمی تو چراغ خانمی در عالم نشانمی بیمون کنارم تو وسی خش روی من بچه‌ی خش روی من نازنین بهارم دوستت می‌دارم شما باشین کنارم من غم ندارم شکایت از خداوندم ندارم تشکر زیاد اکا شرف جون خوش اومدین سوی نام باز هم یک بار مبارک جان مرحبت با طرف خونه پرستو چکلی که دیدین اکا شرف جون بوی داد